به نام خداوند بخشنده مهربان. درود و سلام بر پیغمبر آخر زمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله تبارک و تعالی ما و شما انسانها را برای طاعت و عبادت آفریده است. الله تبارک و تعالی چیزی را بیهوده نمی آفرد و خداوند بزرگ ما و شما را آفریده است در روی این زمین و بر ما و شما انسانها، آدمها آباد کردن کره زمین را واجب گردانیده است و الله تبارک و تعالی به کارهای خیر امر کرده است و از کارهای زشت و بد منع نموده است و الله تبارک و تعالی خبر کرده است هر کسی که اعمال نیک انجام داد موافق گفته او تعالی زندگی کرد، برای او در دنیا عزت و شرف و در آخرت بهشت است و هر کسی که خدا پناه بدهد در روی این زمین با گناه و زشتی زندگانی کرد، با کفر و شرک دور از تعلیمات الهی و پیرو نفس بد خود و شیطان شد، در دنیا ذلت و گمراهی و در آخرت عذاب الله تبارک و تعالی در حق او بزرگ خواهد بود. برای همین میبینیم که الله سبحانه و تعالی در سوره مؤمنون در آیت 115 میفرماید: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. الله سبحانه و تعالی میفرماید آیا گمان کردید که من شما را بیهوده آفریدم و شما برای حساب و کتاب و جزا گرفتن به عملهایتان به سوی پروردگارتان بر نمی گردید؟ یعنی معنای آیت الله سبحانه و تعالی میگوید که گمان نکنید که شما ای انسانها بیهوده آفریده شده اید. بر شما طاعت و عبادت فرض گردانیده شده است. شما را خداوند به کارهای نیک امر کرده است و از کارهای زشت باز داشته است و اگر این اعمال را انجام دادید برای شما در دنیا سعادت، راحت، خیر و برکت و ثواب و عزت و در آخرت برای شما بهشت و مرتبه های بلند آخرت خواهد بود. برای همین دوستان عزیز، الله سبحانه و تعالی در سوره دیگر نیز سوره قیامه میفرماید ایحسب الانسان ان یترک سدى. آیا گمان میکند که انسان بیهوده آفریده شده است؟ الم یک نطفه من منی یمنی. آیا همین انسان یک ذره نطفه و آبی منی نبود که او یعنی گذاشته میشد و پرفته میشد در شکم مادر؟ ثم كان علقه فخلق فسوى. بعد از این نطفه بودن او را به یک خونی لربسته خداوند تبدیل نداد در مرحله دومی آفرینش، یعنی بعد از نطفه بودن یک آب بودن او را خداوند بزرگ به مرحله دومی آفرینش به خونی لربسته او را تبدیل داد. ثم علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. پس خداوند بزرگ از این خونی لربسته یعنی که زن و مرد را آفرید. در یک شکم هم زن می آفرد هم مرد با قدرت بی پایانش. تولد می شود پسر، بعد از آن تولد می شود برای او خواهر او. تولد می شود دختر، بعد از آن دادر او. همه در یک بچه‌دان با قدرت عظیم پروردگار. یعنی این همه برای عاقلان یک مدرسه، یک دانشگاه بزرگ است که خدا را بشناسند وقتی که فکر بکنند در آفرینش خود. فخلق منه الزوجين الذكر والانثى الیس ذلك بقادر على ان یحیی الموتى. آیا این خداوندی که از یک آب انسان را آفرید و از یک آب در یک بچه‌دان هم پسر هم دختر را آفرید، آیا این خداوند قادر نیست که بعد از مردن این انسان او را دوباره زنده بکند؟ یعنی البته خداوند بزرگ بله قادر است که این انسان را که از یک ذره آب آفرید دوباره او را زنده بکند و موافق عملهایش جزا بدهد. انا برادران عزیز، یعنی خداوند بزرگ قدرتهایش را در
آفرینش ما به شما خاطر رسان میکند که ما و شما را از یک ذره آب آفریده است، مرد و زن آفریده است تا حیات ما و شما زیبا گردد و بعد از مرگ دوباره به قدرت بی پایانش ما و شما را زنده میکند تا موافق عملها جزا بدهد. حتی در سوره مؤمنون در آیت 116 خداوند بزرگ رد کرده به کسانی که شبهه دارند، به کسانی که گمان میکنند انسان بیهوده آفریده شده است، یعنی بر او طاعت و عبادت فرض نگردانیده شده است. در حق این شخصان بدین و این شخصانی که به این فکر کج رفتند و فکر گمراهان را یعنی قبول نمودند میفرماید استعیذ بالله فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش العظیم. پس خداوند پاک و منزه است و بلند و والا است از این که چیزی را بیهوده بیافرد، حال آن که او پروردگار چنان عظیم و بزرگ است که پروردگار عرش بزرگ است. بزرگترین مخلوق خداوند عرش می باشد. این زمین و آسمانی که اینقدر بزرگند، حالا علما بر و کنار او را چین کرده نمی توانند و از این به نهایت بزرگ مخلوقی دارد خداوند که عرش است. و اگر 7 طبقه آسمان را در کرسی که از عرش خورده است پرفته شود، مثل 7 تنگه را که در یک بیابان میپرتایی، آسمان و زمین در نزد کرسی همان قدر یعنی که خوردند. این همه عظمت و بزرگی الله سبحانه و تعالی را برای ما و شما دوستان عزیز میفهماند. برای همین حکیم ترمذی رحمه الله بسیار یک سخن عجیب دارد درباره یعنی که هدف از آفرینش ما و شما طاعت و عبادت می باشد و عزت و شرف می باشد. حکیم ترمذی رحمه الله در سخن زیبایش می فرماید ان الله تعالی خلق الخلق عبیدا لیعبدوه فیثیبهم علی العباده و یعاقبهم علی ترکها. الله سبحانه و تعالی آفریده است مردم را تا اینکه او را عبادت بکنند و در عوض عبادتشان خداوند به آنها ثواب و پاداش نیک میدهد در دنیا و آخرت، و اگر عبادت خدا را نکردند خداوند آنها را جزا میدهد به سبب ترک کردنشان طاعت و عبادت خدا آفریدگارشان را. فإن عبدوه فهم اليوم له عبید احرار کرام من رق الدنیا. پس اگر مردم انسانها عبادت خدا را بکنند، امروز آنها بنده خدا می باشند و آزاد می باشند از بندگی نفس، شیطان، دنیا و انسانهای بد، و بزرگان می باشند به سبب عبادت خدا و آزاد می باشند از غلامی به دنیا و چیز و چاره دنیا. و فردا در قیامت مثل پادشاهان در بهشت زندگانی میکنند. و این رفض العباد عبودیت فهم اليوم عبید عباق سقاط لیام و غدا اعداء فی السجون بین اطباق النیران. پس اگر انسانها عبادت خدا را امروز نکنند، آنها یعنی که غلامان و بندگانی گریخته از طاعت و عبادت پروردگارشان می باشند. انسانهای پست و بی قدر و بی شرف می باشند و فردا همچون دشمنان خدا در دوزخ خدا در عذاب کرده می شوند، در بین طبقه ها و درجه های پایانی دوزخ. خدا پناه بدهد. برای همین دوستان عزیز، همچنان که شعرا و حکمای ما و شما میگویند زندگی با بندگی زیبندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی. یعنی زندگی با بندگی شأن و شرف دارد. زندگی که در او بندگی خدا نباشد، آفریدگار هستی را و فراهم آورنده تمام نوش و نعمت را اگر ما عبادت نکنیم، این شرمندگی دنیا و عذاب آخرت می باشد. خدا پناه بدهد. زندگی آمد بهر بندگی،
زندگی، بندگی، شرمندگی. برای همین دوستان عزیز بیایید که از این شبهه ها، از این چیزها خود را و اطرافیان خود را دور بکنیم و به طاعت و عبادت خدا مشغول شویم، دنیا و آخرت خود را آباد بکنیم و هرگز فراموش نکنیم که هر لحظه ما و شما در این دنیا به حساب است. همچنان که شاعر میگوید برای ضایع نکردن وقت نفسهای تو هر یک در نایاب، برآید گر به فکر و ذکر وهاب. چرا قدر در جان را ندانی، به باد غفلت این درها فشانی. خداوند بزرگ ما و شما را از جمله بندگان صادق و شکرگویش بگرداند و از این وسوسه ها و از این فکرهای غلط و شبهه های نادرست ما و شما و فرزندان و مسلمانان را در حفظ و حمایش نگهبان باشد. تا برنامه‌های آینده در پناه و امان الهی باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.